جای جنگ جای ننگ. اگر در کاش الله شاهده که در راه وطن جان میتیم، در کاش با واروخ میخیزیم، ما جنگ خواه نیستیم، ما فقط حفظ وطن خودمون. ما خدمت نکنم، تو خدمت نکنی، کی میکنه؟ ما که پیر شدم دیگر. رحمت برای پدر و مادر که فرزند شجاع و دلیر و باناموس تربیت کردند که رسول خدا فرمودند دوست داشتن وطن این شعبه ایمان است. چند سالات ما روی یک خلصمون بلوگرها مورد استاییم. ای همه بلوگرها خواهش میکنن ویدیو را پدیدید سکنید تا دیگر برادرها ببینن. هر چشمی که خواب نیست و مرزبانی میکنه، چشمی که در راه خدا ایستاده مردم نگهبانی میکنه که مردم در آسایش و آرامش خواب باشند، زندگی باشند، خصوصا بر السلام علی نبی الکریم. اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و هموطنان عزیز، خصوصا برادران خواهرانی که فرزنداشان امروز در مرز قرقیزستان و تاجیکستان یعنی در واروخ شهید شدند و جام شهادت را نوشیدند، تسلیت عرض میکنم. اسکر بچه‌هایی که در مرزها شب زنده‌داری کردند و حمایه از وطن، دفاع از وطن کردند، ناموس از زن و دختر و پدر و مادر پیر تاجیکستان کردند، خداوند کریم را دعا گوییم که اولا بر پدر و مادرشان صبر عاجل کامل نصیب بگرداند و این جام شهادت فرزنداشان خداوند و درگاهش قبول بفرماید. مفهوم حدیث رسول پاک صلی الله علیه و سلم است که هر چشمی که خواب نیست و مرزبانی میکنه، چشمی که در راه خدا ایستاده مردم نگهبانی میکنه که مردم در آسایش و آرامش خواب باشند، زندگی باشند، خصوصا بر فرزندای ما و شما که در مرزها نگهبانی دارند. فرزندهایی که جگر پدر و مادر و جان پدر و مادر بدن، سایبان و دستگیر نوری پدر و مادر بدن برای دفاع از وطن، دوستداری از وطن که رسول خدا فرمودند دوست داشتن وطن این شعبه ایمان است. هر کسی وطنش دوست می‌داره، ملتش دوست می‌داره، برای وطن و ملتش دفاع میکنه، با خون و جان و مالش نگاه میکنه تا سحر چشماش خواب نیست تا که ما در آسایش آرامش باشیم. خداوند کریم آتش دوزخ را بر ما حرام کرده. خصوصا خیلی سخته برادرایی که امروز فرزنداشون از دست دادن، پدر و مادرایی که اشک ریختن. امروز جنازه ها بودیم، جنازه ها را که آوردن دل بنده اینقدر درد کرد که طاقت نکردم. گفتم یک ویدیو کنم و با پدر و مادر ها تسلیت عرض کنم که رحمت برای پدر و مادر که فرزند شجاع و دلیر و باناموس تربیت کردند، فرزندی که برای وطن و ملت شده جان خود را فدا کردند و جام شهادتش نوشیدند تا که ما در آسایش باشیم، تا که ما در آرامش باشیم. خداوند کریم پروردگار قبرش را که رسول خدا فرمودند قبر از دو حالت خالی نیست، یکی از آتش جهنم، یکی از باغ جنت. خداوند کریم قبرشون از باغ جنت بگرداند، جنت الفردوس جایگاهشون شود. خداوند کریم با دعا گوییم که فرزندای باقی مانده مردم تاجیک خدا نگهدار و مددگار باشه. عزیزان من، این مصیبت و فتنه هایی که آخری زمان می آیند، مسلمان با مسلمان جنگ می دوازند، این فتنه خیلی شیطان و فتنه ابلیس است که برادر با برادر چی میکنه، ولی افسوس بعضی برادرای مسلمانی را نمیفهمند. دعا کنیم خداوند کریم پروردگار تاجیکستان عزیز ما را از بلا و مصیبت و فتنه های آخر زمان نگه بداره. خدای جنگ خانه مسوزه خدا متوفق کنه، خدای جنگ نشان نده. خداوند کریم دیگه اشک مادر و پدرها را نریزونه. خدا مرزهای ما تنجی و آرامی باشه. خداوند کریم دشمنانی که گرگ‌ها در لباس گوسپند داخل میشوند و میخوان آسایش آرامش ما را برند، امنیت ما را، آسایش و تنجی و امانی ما را از بین برند، خداوند کریم هدایت شون. اگر قابل هدایت نبودن پروردگار سرنگون شو بگردون. خداوند فتنه ها را دور بگردون. خدا فرزندای ما را داغش نشان نده. خداوند کریم تاجیکستان عزیز ما که در این مدت کوتاه اینقدر پیشرفت و آباد شد، خدای تعالی نگهدارش باش. خدا از جنگ‌های هواپیمایی، از جنگ‌های دیگر و از اسلحه‌های وزنی خدا نگهدار که هیچ کس طاقتش نداره. خیلی سخته. بازم تسلیت میکنم که انشالله کسانی که در راه خدا، در راه حمایت وطن و دفاع از وطن کردن، ملت و ناموس زن و فرزند کردن، که دشمن نباید بر ما وارد شود و آسایش ما را ببره،
جان فدایی کردن، خدا شهادتشون مبارک میگه. انشاءالله شهیدا در راه خدا زنده‌اند، همه وقت با در یاد وطن میمونند. انشاءالله پدر و مادری که فرزند شهید با واسطه این فرزند انشاءالله روز قیامت بهترین جنت نصیبش میگرد. حدیث مبارک رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که بر ملائکه گفت جان بنده مرا گرفتی، پدر و مادرش در عوض چی گفت؟ نهال چه گرفتی؟ جگر چه گرفتی؟ پدر و مادرش در عوض همین مصیبت همین مرد چی گفتن؟ ملائکه در جواب میگه بله پروردگار، آنها گفتن که انا لله و انا الیه راجعون، از جانب خدا آمدیم و سوی خدا میریم. آنها برای پدر و مادر و وطن و ملت، برای وطن دوستی، برای ناموس جان دادن. انشاءالله جام شهادت نوشتن، نوشیدن و درگاه خدا شهید نوشته شدن. دعا میکنیم برادرها که خداوند کریم پروردگار پدر و مادرشون، اهل و بیتشون صبر عاجل کامل نصیب گرداند. باقی مانده مردم تاجیکستان جوانان خدا نگران دیگه داغ نشان نده. خدا تنجیه امانی در سراسر تاجیکستان عزیز ما برقرار کنه. خداوند کریم جنگ برادر کشی و بر جنگ مسلمان نشان نده. یک نکته دیگر میگم برادران، امروز ببینین جوانایی که امروز بس سن 18 رفتن 19 رفتن فرار میکنن از خدمت حربی، برای وطن شده خدمت کنن فرار میکنن. آیا یک بار بیستین فکر کنین، ناموس کنین، جوانین یاشین، اگر شما دفاع از وطن نکنین، دفاع از ملت نکنین، دفاع از زن و فرزند و ناموس زن و فرزند نکنین، کی میره به خدمت؟ کی میره و چی میکنه؟ جوانان را خطاب میکنم، جوانان مرا خوب بفهمین، فرار نکنین از خدمت. اگر فرار میکنین شما یگان اسلحه را پرانده نمیتونین دیگه، یگان تکنیک حربی را نمیتونین کنترل کرده و نمیتونین در او را گردش دراندن. از هر اسلحه هایی که امروز برآمده شما از او هیچ خبر ندارین که با او چی استفاده برین. فردا نمیخواد جنگای برادر کشی می، جنگای هموط مرزی میشوه، جنگایی که میشوه که دشمن بر ما حمله میکنه. بعد ما که از خدمت حربی فرار کنیم، ما که تانکا و بتری را حرکت نتونیم، اسلحه ها را پرانده نتونیم، بعد فردا چیکار کرده میتونیم؟ عزیزان من، جوانای با ناموس، جوانای با غیرت، کوشش کنین حرفی مرا خوب بفهمین. جای جنگای، جای ننگ. باید ناموس داشته باشیم، نه فرار نکنیم از خدمت حربی. او خدمت حربی پیشینه نیست، انشالله ما در تحت کنترل های. امروز همه میبروی بعد با رولینگ میکنه که ای تری میگین ها خدمت کردن در کار پدر و مادر با ما خدمت کردیم، باید جوانو بچهای ما خدمت کنن، نسل خدمت کنه، برای وطن، برای ملت دوستان خدمت کنیم. ما خدمت نکنم، تو خدمت نکنی، کی میکنه؟ ما که پیر شدم دیگر رفتن نمیتونم. جوانی که تو میتونی پریده و چریده، تو که اصلیه را نگیری، دشمن تای دفاع از زن و فرزند و خواهر مسلمان دست خواهر تاجیک دست مادر تاجیک حمایت نکنی، کی میکنه؟ بیگانه می از ما حمایت میکنه. پس جوانی محترم، ناموس کو با غیرت شو، خدمت کو، خدمت وطن، دوست داشتن وطن یک شعبه از ایمان است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تاکید میکرد هر وقتی که وطن ملت نیاز داره مقابل دشمن جنگیدن، دشمنی که بر وطنت حمله میکنه میخواد که ناموسی تو را ببره، وطنی تو را غصب کنه، تو باید حمایت کنی، باید انا او وقت باید جهاد کنی از او که فرضای. امروز جوان تو فرار میکنی، جوان میگریزی، تو دیگه پگه یکی جنگ شو ناموس کنی، برای پدرت بیای، برای مادرت بیای که قصد بگیرم، از اسلحه پرانده نتونی، تانکای کده نتونی، بتری کده نتونی، سمالیوت میکای کده نتونی، تو که بگریزی چی میکنه؟ تو جوانی، تو یوشی ولی دل جگر داری، تو باید بکنی. نگریزی، نه خدمت نگریزی، اینم خیلی جنگو یک خدای نشانت جنگوی سر شود، چی میای از ما چی میکنه؟ دو تیره با بالای سرت میپرونن دیگه فرار میکنی. جنگ ما دیدیم، ما میدونیم. پس عزیز من، جوانی محترم، این قدر به تو از درگی به تو دعا میکنم، خدا غیرتت بته، ناموست بته. سالای پیش کسی خدمت نمیکرد، زن دخته نمیگرفتش، میگفت اون نگات نیای، او خدمت کدگی نیست، او مردک نیست. ناموس کنی، نگریزین از خدمت. خدمت کنین، چی گفت نه 2 ساله 1 ساله برامده به خدمت کنین برای خودتون. خدمت هم سلامتی هم مشق هم ورزش هم تمامی وید عروج را میتونی پرونده، فقط میتونی از زن و فرزند تو، از پدر و مادر تو، از وطن دفاع کنی.
با گوشتت میکنم خدمت تمام چیزا رو الحمدلله اینقدر اوزی ما نشون دادن که چخیل جای خدمت ها چخیل جای خوبه، جای همه شرایط ها مهیا کرده که شرایط هایی که تیرپرانی همه چیزا هست. یک جوان محترم این شانس ایدست نده، فرار نکن. بر فرار کردن تو زلال میکنی. خداوند کریم بازم پروردگار جوانان ما را عزت بده، ناموس و غیرت در قلبشون بکنن، محبت وطن و ملت و وطن دوستی را چکنن. این وطنی که آباد شد در این مدت کوتاه خدای ده، حالا نگذاریم که دشمنی را جزیر کنه، نگذاریم که دشمن آسایش آرایش از ما ببره. بازم کسانی که در این مرزبانند تا سحر نگاه میدارن، خدا پروردگار استقامت نصیبتون کنه، خدا توفیق داده، خدا پدر و مادرتون صبر جمیل بده. بازم کسانی که در این مرزها شهید شدن، جام شهادت نشدن، خدا شهادت مبارکشون بگردونه. آنها زندن همه وقت به یاد ما هستند. اونها آیت کلام الله که شما فکر نکنید که شهیدان مردن، شهیدان انشالله زندن و آنها را همه وقت ما دعاگیم. خداوند کریم پروردگار پدر و مادر شما صبر عاجل کامل است. چو عضو به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. ولی دوستان مهربان، ببینید که در یک گوشه کنار تاجیکستان در واروخ عزیز که پاره قلب ماست، پاره قلب همه تاجیکستانی ها است، یک ناآرامی است. چقدر ما در تشویشیم. وقتی که ما میگیم شگرانه این آبادی کنه، شگرانه تنجی آبادی وطن کنه، مردم بعضیش می نویسن، هر گاو میگن. دوستان مهربان، فقط الحمدلله بگه که وطن آباد تنج داریم. جنگ جنجال، ما در خانه خدا هستم، جنگ جنجال یگان تر همین خلقی که جنگ زدن میبینی شو الله شاهده که گریت میبیه. با هم خودش شگرانه کنه. باز میگم مردم واروخ چی گفتنیم، شهیدانی که در راه خدا در حفظ وطن جان دادن، پروردگار از خانه خدا دعا میکنم جنت الفردوس نصیب شما بگردونه، بخش توارش صبر جمیل. دوستان مهربان، بیای یک تن شویم، یک مش شویم. در تاریخی از دوره سامانیان تا حاضر آمدگی است که تاجیکستان با یگان دولت هیچگاه یعنی بگیم لشکر نکشیده است، مگر فقط حفظ کرده وطن خچه. باز هم ما وطن خودمون حفظ کرده ایستادیم، ناموس خودمون حفظ کرده ایستادیم. اگر در کاش الله شاهده که در راه وطن جان میتیم، در کاش با واروخ میخیزیم، ما جنگ خواه نیستیم، ما فقط حفظ وطن خودمون میکنیم. باز با مردم واروخ، با مردم شیردل واروخ صبر جمیل پروردگار سربلند و خانه آباد باشه. بدون که شما توقع نیست انشاءالله ما مردمیم با ننگ با ناموس وطن در بر شما هستیم. انشاءالله شما را تنها هیچگاه نمیمونیم. و شما صبر جمیل برادرای عزیز، کسی که در همون گرانیس است، در همون جا هست، خواهش میکنم هر ویدیوها را نکنید در اینترنت نپرتوید. بعضی سیرهای دولتی هست که باید ما حفظ کنیم. خدا نگهدار. صبر جمیل از خانه شما با شما میخوام. السلام علیکم و رحمت الله. کلی مردم مسلمان در خانه خدا دعاگو هستند. برادرای بلوگرایی که بسوادن، به عقلن، ای همون کشور خودمون همه جور از سیونکه کردن نشان میتین. این کار خطای اشتباه، این کار نکنین. جنگ رفتسته، شما جای سولتو را نشان دادسته، در ویدیو سولتو را زده کشتستن. ایرو یک خیل بسواد شما تو پاید بلوگری یک کار دیگه تکلیف بدبختی خدا زدن. چند سولت ما ایرو یک خیل شما بلوگرا مردسته. ای همه بلوگرا خواهش میکنن ویدیو را پدیدین سکنین تا دیگر برادرها ببینن. این کاری خطای نکنین. هر جور از سیونکه کرده جای جنگ نپرتین. التماس میکنیم، ما را زنگ زده التماس کردستیم. التماس همه ما همجا دعاگو هستیم. کلی برادرای مسلمان همجا شدگیم، در حق شما دعا میکنیم. خدای خداوند کریم وطن ما را تنجی امانی صلح و صلاح. خدای خداوند کریم در پای به یگان برادر تاجیک خار نزنند. به خدا قسم دلمون درد میکنه. این روز ما میبینیم چند برادرای ما مردستن، چند برادرای ما در خاک سپردستن، به گناه رفتستن. ایرو یک خطاگیای کوچک شما خدا جان در پای برادرای ما خار نزنه. مردم باروخ، مردم چارکوه، خداوند شما را یک قوت زیاد کنه. در همین خانه خدا همه کسا دستی دعا میبرداریم که خداوند خاری دنیا را نبینیم. خداوند همین بردباری را در شما ادا گردانند. الله اکبر. شما چی گفتن یک تقا جان؟ اینا تقا دیگه قوت گپزنی نداره. ایروی ویدیو را میبینیم. شما چی گفتن یک تقا؟ خداوند صلح و صلاح آبادی وطن میخواهیم. زنده باشید.